مسعود همینجا هم یه دونه پاساژه. گوشی خرید دارین؟ بله. اینو چند برمی داری؟ این گوشی و هلوش 70. خیلی کم. جعبه داشته باشه 50 55 بیشتر از این نمیخرن ازتون. قشنگ مشخصه قول که داره. گلسشه. میدونم بیا بلند کنم واسط نگاه. از شما دارم. سلامت باشی. خب زنگ میزنیم از 4 نفر دیگه قرض میکنیم دیگه. تو الان هم قسطای اونو داری که بخوای بدی؟ از کی قرض میکنی؟ چی میگی واسه نیست داری چیکار؟ تو حواست هست. تو حواست نیست چیکار داری میکنی؟ سارون باش. معلومه که حواس من هست. آره هست. بابای خودت هم بود همینو میگفت. به قرآن بعدم پشیمون میشی. به همون قرآن اگه این کارو نکنم بیشتر پشیمون میشم. تا آخر عمرم این گوشی رو باید بگیرم صاحب همینجوری نگاش کنم به خودم بگم میتونستم کمکش کنم و نکردم. ببین این که چیزی نیست. به جان عزیزم به ناموسم قسم اگه 1% هم احتمال داشته باشه خوب بشه کل زندگیم که هیچی کلیه‌مو میرم میفروشم. شده از دیوار مردم میرم بالا ولی نمیذارم یه تار موثرش کنه. گوشی که مال خودت نیست هنوز قسطش تموم نشده به خاطر عملی که معلوم نیست تهش چی میشه نفروش. بابا ولم کن دست از سرم بردار. گوره بابا اون 5 تومانی که یارو موبایل میخواد از من بیشتر بر